در را زدیم دیوار کفید. چنین طرز تدقیق یک اصول معمولی در روزنامه‌نگاری کسبی است. موضوع نکاح خشتباری در تاجیکستان به یک مسئله جدی اجتماعی تبدیل یافته است که میتواند به گنفاند ملت تأثیر بزرگی منفی رساند. در مملکت‌های مسلمانی بلافاصله در تاجیکستان نکاح بین دو جوانی به هم خویش امری معمولی است. به این خاطر قانون درباره منع نکاح خشتباری یک اقدام خیلی مهم و سرنوشت‌ساز برای ملت تاجیک است. برای تحقیق این موضوع ژورنالیست هفته‌نامه تاجیکستان از خود عروس آراسته پی این موضوع شد. نتیجه این تحقیق در حجم 2 صفحه هفته‌نامه زیر عنوان تشویش و تشخیص پیش از توی، خونمکی در قریه بالا و پولکنی در خانه عقد نکاح سنه 10/01/2018 به چاپ رسید. شما خوانندگان عزیز فکر میکنید که این مقاله واکنش در ساختارهای متصدی به میان آورد؟ البته نه، چون همیشه در را زدیم دیوار کفید. خود سفید کنی عملی معمولی متصدیان این ساختار است. پاسخی که وارد اداره ما گشت از همین جمله است. ولی کی هم پاسخ میگوید ساختارهای بالای این مقام در چه اندیشه هستند؟ لبهای آنها به هم دوخته است. اینک واکنش از طرف سحش شهری که ما آن را زیر تنقید قرار گرفته بودیم. نخست از رهبریت اداره هفته‌نامه تاجیکستان اظهار سپاس می‌نماییم که به موضوع داغ روز دست دادند. در واقع طی خانه‌دارشوی و هر گونه معرکه تشویش و تکوده‌های زیاد دارد. از این رو و دو اداره مقامات تندرستی و ثبت اسناد حالت شهروندی رفتن عروس و داماد این یک طلبات قانونی و رسمی است که هر نفر آن را باید به جای بیارد. قابل تذکر است که همه خراجاتی که برای پرداخت خدمت‌رسانی‌های علاوه‌ای مزناک به شخصان واقعی و حقوقی در مقامات خانه عقد نکاح که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 2 ایل 2015 تصدیق گشته است در داخل بینای خانه عقد نکاح در تخته با حرف‌های کلان نوشته شده آویزان است. مسلم است که میزاجان تا مراجعت و یا بعد مراجعت به کارمندان این خانه عقد نکاح نرخ‌های گفته خدمت‌رسانی را به این نوشتجات مقایسه می‌کنند. طبق ماده 14 کدکس عالی جمهوری تاجیکستان از عروس و داماد مناسبت خشتباری آنها را پرسیدن از طرف کارمندان این تنها اجرای وظیفه خدمتی آنها است، زیرا به همگان معلوم است که بعد از قبول تغییر و علاوه‌ها به کدکس عائله عاید به منع نمودن نکاح خشتباری، کارمندان مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی از نکاح شوندگان خشتبار بودن یا نبودن آنها را پرسان می‌شوند. ژورنالیست اینجا سوال می‌گذارد که معین کردن قرابت خشتباری خانه‌دار شوندگان طبق قانونگذاری برداشت کیست؟ حق بر جانب اوست، چون که معین کردن خشتباری این کار یک متخصصی خانه عقد نکاح نبوده برای تشخیص آن واقعیت لابراتوری و یا پژوهشگاه دقیق لازم است. ولی کارمندان اداره خانه عقد نکاح به جز ثبت و قید نکاح دیگر صلاحیتی ندارند. باید قید نمایم که بین کارمندان و شهروند عاید مبلغ باج دولتی و خدمت‌رسانی نافهمی به میان آمده است، زیرا شهروند در مقاله قید نموده است که او باید 147 سامانی سپارد. مبلغ 147 سامانی به چنین طرز تقسیم کرده می شود: 10 سامانی پول شهادتنامه نکاح، 2 سامان و 50 درم برای بلانک نمونه عریضه، 2 سامان و 50 درم برای پر کردن عریضه، 25 سامانی برای گذراندن عقد نکاح در اداره خانه عقد نکاح، 50 سامانی برای در اداره خانه عقد نکاح، 25 سامانی برای خدمت‌رسانی‌های صورتگیر، 25 سامانی برای موسیقی تامین نمودن، 7 سامانی برای نسخه برداری حجت‌ها. پروینه اسدالله‌زاده، مدیر شعبه خانه عقد نکاح شهری دوشنبه. جواب از مؤلف: به مقاله مذکور طبق قانونگذاری باید وزارت عدلیه جمهوری واکنش میکرد. ضمن نشست مطبوعاتی وزیر عدلیه رستم شاهمراد به ایراد خبرنگار تاجیکستان در بابت یک طرفه واکنش ظاهر کردن به مقاله نام برده وعده داد که انتقاد مطلب را عمیق آمیخته پاسخ مکمل خواهند داد. اما به اداره واکنش مدیر شعبه خانه عقد نکاح شهر دوشنبه پروینه اسدالله‌زاده که فعالیت کاری این نهاد تنقید میشد رسید. راهبر نهاد مذکور که مورد تنقید قرار گرفته است چطور دغ خود را ترش میگوید؟ واکنش پروینه اسدالله‌زاده به همین مقاله خلقی شباهت دارد و مسئولان نسبت آن که در سحر از مردم پول میستانند هیچ گونه چاره برای پیشگیری چنین عمل نمیاندیشیده است. مسئولان در جوابیه قید نمودند که 147 سامانی برای کدام خدمت‌ها صرف می‌شود. مثال برای پرکنی عریضه پول می‌گرفتند. ما شاهد گشتیم که همه عریضه را داماد شونده و عروس شونده ها پر می‌کنند. ما نیز عریضه من را خود پر کردیم. پس 2 سامان و 50 درم برای چی به کارمند سحر داده می‌شود؟ 50 سامانی برای در طربخانه یا خانه گذراندن عقد نکاح که آن را ما دعوت نکرده بودیم حساب شده است. 25 سامانی برای صورتگیر که عموما به ما لازم نبود، برای ما صورتگیر شخصی بسندگی میکرد و یک چند نمود خدمت‌رسانی هایی که در بالا قید شده است. غیر از این در واکنش آمده است که ما باج دولتی را به مبلغ 90 سامانی طی امانت بانک باید میسپاریدیم و این مبلغ 147 سامانی را به دست خود عریضه قبول کننده میسپاریدیم. اگر این مبلغ های برای خدمت‌رسانی باشد
باشد پس 90 سومونی برای چی ستانیده می شود؟ ثانیاً وابسته به همین مسئله وزیر عدلیه رستم شاهمراد قید نموده بود هر مبلغ به طریق بانک گرفته می شود غیر قانونی محسوب می یابد. پس آن عریضه قبول کننده سبب 147 سومونی از ما گرفتنش را برای با سبب‌های عذرناک تغییر دادن ریاضی‌توی گفته بود، نه برای خدمت رسانی‌ها، در حالی که برای تغییر دادن ریاضی‌توی موافق قانون هیچ گونه مبلغ پیش بینی نشده است. مسئله دیگری که در واکنش آورده شده است این معین نمودن خویشتباری عروس شونده داماد شونده می باشد. اگر در تشخیصگاه خویشتباری نکاح شوندگان را نپرسند، در صحش حجت طلب نکنند، پس این را کدام ساختار مقرر می نماید؟ عبدالحلیم غفورов رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان در مورد ترتیب حجتگذاری و طرز به قیدگیری حالت اسناد شهروندی گفت که خویش و تبار بودن یا نبودن نکاح شونده ها را جماعت محل زیست نکاح شونده ها باید معین کند. مسئولان صحش عهدهداران معلوماتنامه از محل زیست نکاح شونده ها را طلب نمایند و اگر مسئولان غیر این عمل کنند در نزد قانون جوابگرند. اینچنین نامبرده ذکر نمود که در حالت با یگان راه نکاح نمودن خویش تبار نکاح شونده ها به جزای جنایتی کشیده می شوند.